مرسی بخیر. صحت شما خوبه؟ چی مشکل دارین شما محترم؟ مشکلی ما همین است، یک زلزله اینجا پایین کردیم از ناحیه نفر آمده اینجا سیمای ما را کنده کرد، پای ما را میده کرد، زیاف نفر را و زوال ما را یک چند بوجی بار کرد، نمیفهمم که چقدر بوجی بار کرد. چند بوجی است؟ این تقریبا پس پیش از 3 دوره 4 دوره بود، شاید 60 بوجی باشه، 50 باشه، 70 باشه، 80 باشه. خب لاتوکوب هم کرد شما را؟ لاتوکوب هم کرد شما را؟ خود یک پتک از رکه کرد تو لادی که خط کلنشکوب زده باشه، خط میرامیز زده باشه، خب نکرده، خب وضع اذیت کرد دیگه بریم. خب چی از دولت چی تقاضا دارین؟ کشوروال کابل داریم. خب ما اشتباه هستیم، مردمی غریب بیچاره از خانه در کجا باشه اینجا مسافر، خود شاید که یک وقت ما هم نخوریم، با خود اینجا میگیم که برای یک لقمه نان برای اولاد و برای خانه پیدا شه. ایرم یعنی زوالا هم بود، کلیچه ها را میده کرد اینجا گزاره ما هم نمیشه. اول که آمد از پیش چند روپه خواست که اول که آمد 10,000 خواست. ما خود نمیتونیم که زوال بار کنیم، نرم میشه و زایات میته. بیا خیلی مشکل داره پایین کردن بالا کردن نیزی 50,000 30,000 40,000 ما در پیسه قرض یا میگه یا پیسه بده رشوت بده یا میگه برو از اینجا شما را لاتوکوب میکنه. میگه پیسه بدین، اگر پیسه نمیتین برین، اگر صبح شامت بود برین دیگه رنگ تان گم کنین، اگر پیسه میتین یا نمیتین. هم پارچه شاروالی را گرفتن و هم لاتوکوب میشن از طرف ناحیه رئیس ناحیه 12 و رئیس تنظیم مارکت ها. سلامت باشین ان شاء الله تعالی. شکایت شما را تا مقامات میرسه. داریم که مشکل ما را حل کنیم. با عزت هر جوان را چی وظیفه داریم، همین داره این تقاضا است که بعد ما را بخوره و رسیدگی بکنه برای ما. یک روپه هم با کسی نتین و ناحیه که هر کس پیسه است پیشتان میخواست، ما شماره خدا برتان میتونم به شماره ما زنگ بزنید. درست؟ سلامت.